أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز. یعنی که باب در مسئله نماز بر بالای میت، یعنی نماز جنازه خواندن، و تشییعه، و همچنین در مسئله آماده کردن میت برای گورانیدن، برای به خاک سپاریدن، و حضور دفنه، و همچنین اشتراک کردن در خاک سپاری میت، و کراهت اتباع النساء الجنائز، و مکروه بودن. همچنین باب در مسئله مکروه بودن اشتراک کردن زنها در تشییع جنازه است. در جنازه مکروه است که زنها اشتراک بکنند. اکنون در همین مسئله ها امام نووی رحمه الله برامون چند دلایل تقدیم میکند. اولا میگوید که قد سبق فضل تشییعی، میگه واقعا گذشت فضیلت تشییع، اشتراک کردن در جنازه و آماده کردن میت به جنازه، و اینها میگه فضل و بزرگیش را پیشتر میگه آوردیم، گذشت. و حدیثی که در زیر این باب میارد حدیث 928 کتاب ریاض الصالحین است. حدیث 928 میگوید: عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: من شهد الجنازه حتی یصلی علیها، یعنی که هر کسی که شرکت بکند در میت جنازه، میت را چه میگوین؟ هر کسی که شرکت کند در بالای میت، یعنی که حضور پیدا کند در بالای، در پیش میت، حتی یصلی علیه، تا اینکه نماز گذاشته شود، یعنی نماز جنازه خوانده شود بر بالای میت، تا اون وقت، تا نماز جنازه را اشتراک بکند. فله قیراط، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت برای این انسان صاحب می شود قیراط، یک قیراط از ثواب را. و من شهدها حتی تدفن، و هر کسی که شرکت بکند در بالای جنازه، یعنی حضور پیدا بکند نزد میت، حتی تدفن، تا اینکه دفن کرده شود اون میت، تا اینکه به خاک سپاریده شود اون میت، فله قیراطانی، پس برای این انسان دو قیراط است، یعنی این انسان صاحب می شود دو قیراط از ثواب را. قیل و مل قیراطانی، گفته شد قیراط چی است؟ یعنی کسی در جنازه اشتراک کند یک قیراط میگیرد ثواب، کسی که تا جنازه را اشتراک کند و برده دفنش بکند تا اون وقت اشتراک کند دو قیراط ثواب میگیرد. پرسان شدن که قیراط چی است؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که مثل الجبلین العظیمین، یعنی مانند دو کوه بزرگ، دو کوه بزرگ مثلش است، یعنی مانند دو کوه بزرگ است. پس همین قیراط است، یعنی یک قیراط یک کوه بزرگ، دو قیراط یعنی دو کوه بزرگ، یعنی دو کوه بزرگ بر این ثواب دریافت میکند انسانی که در جنازه اشتراک میکند و میبرد مرده را در خاک میسپارد و تا اون وقت اشتراک میکند. حدیث متفق علیه است. این بود حدیث 928. بعد از این حدیث 929 و عنه، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است: ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال،
هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت من اتبع جنازت مسلمین ایمانا و احتسابا، یعنی هر کسی که اتبع یعنی که از پشتی تابوت مسلمان برود. بالا گفتیم جنازه خود میت میگن، جنازه تابوتش میگن. از این حساب ببینید یک حرکت معنا را از سمت به سمت دیگر میبره. جنازه خود مرده، صلات الجنازتی یعنی نماز جنازه. اما جنازه باشد جنازت مسلمین یا جنازه، این تابوت میگن. من اتبع یعنی هر کسی که دنبالگیری کند جنازت مسلمین یعنی تابوت مسلمان، یعنی از پشت تابوت مسلمان برود، ایمانا و احتسابا، از روی ایمان و از روی احتساب، از روی ثواب گرفتن به سبب دریافت کردن پاداش از پشت تابوت مسلمان برود. و کان معه حتی یصلی علیه، یعنی از پشت اون تابوت باشد تا کجا را؟ حتی یصلی علیه، تا اینکه نماز خوانده شود بر بالای اون جنازه، بر بالای اون میت. و یفرغ من دفنها، و به آخر رسانده شود از دفن کردنش، به خاک سپاریدنش، یعنی که برده با به خاک بسپاردش. فانه یرجع من الاجر بقراطین، پس هر آینه همین انسانه که هم نماز جنازه در اشتراک کرده است و هم در به خاک سپاری، یرجع باز میگردد من الاجر بقراطین، یعنی با دو پاداش از قرات، یعنی از دو صاحب شدگی از دو پاداش را، به قراتینی که اون پاداش ها به اندازه دو قرات است. کل قراتین مثل احدین، پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که هر یک قرات مانند کوه احد است، یعنی به اندازه کوه احد هر یک قرات است. و من صلی علیها، و هر کسی که نماز بگذارد بر میت، ثم رجع قبل ان تدفن، بعد باز گردد پیش از اونه که به خاک سپاریده شود میت، یعنی که به خاک سپاریش نرود، فانه یرجع بقیراط، پس هر آینه اون انسان باز میگردد به یک قیراط ثواب، یعنی صاحب شدگی از یک قیراط ثواب را او باز میگردد. یعنی این هم همون معنای حدیث بالاگی است که نماز خواندی و در خاک سپاری اشتراک کردی، نماز جنازه را با خاک سپاری دو قیراط، اگر فقط نماز خواندی و در خاک سپاری اشتراک نکردی یک ثواب، یک قیراط. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. بعد از این حدیث 930 و عن ام عطیه رضی الله عنها قالت، یعنی که از ام عطیه رضی الله عنها روایت است که گفت نهینا عن اتباع الجنائز، یعنی باز داشته شده ما، زنها را دکه باز داشته شده ما از اتباع الجنائز، یعنی که از شرکت کردن در جنازه. ولم یعزم علینا، یعنی که و سخت نبود و سخت گرداندن نشده است بالای ما، یعنی همین نهی با اون اندازه سخت نشده است که دیگر حرام ها سخت شدگی است. در پایانش اول میگه که حدیث متفق علیه است، بعد در پایانش میگه که و معناه لم یشدد فی النهی کما شدد فی المحرمات، یا که لم یشدد فی النهی کما شدد فی المحرمات، یعنی که و معنای حدیث میگه همین است که یعنی نهیش سخت نیست، چی طوره که در حرام ها ما نهی می شدیم، یعنی که کار حرام در چنان نهی بود که به اندازه سخت. اما در اینه که پیغمبر گفته است که یعنی باز داشته شدگی است ما از اشتراک کردن در جنازه، این به اندازه اون نیست. از این حساب بعضی علما میگن که اشتراک کردن زنها مکروه است، بعضی میگن حرام است، بعضی میگن که مکروه است. از همین دلیل، از همین حدیث منشأ میگیرد مسئله اختلافیش.
خب این بود حدیث 930 و آخرین حدیث این باب. به همین این باب به آخر رسید. باب نو، باب استحباب تکثیر المصلین علی الجنازه، یعنی که باب در مسئله مستحب بودنی بسیار بودن نمازگزاران علی الجنازه بر بالای میت، بر بالای میت که علی الجنازه بر بالای تابوت، یعنی که بر بالای تابوت یا میت نمازگزاران باید بسیار باشند، باید عددشون زیاد شود، مستحب است. و جعل صفوفهم ثلاثه فاکثر، و گرداندن صفهای نمازخوانها در نماز جنازه ثلاثه فاکثر، سه تا یا زیاده از سه تا، یعنی صفهای نماز جنازه را کوشش کنن کمی کم باید سه صف کنن، یا از سه صف زیاد باشه دیگر مشکل ندارد. مثلا اگر که عدد کم باشد در یک صف باشد، این را به سه صف تقسیم میکنیم و این هم مستحب است، یعنی مستحب است که صف ها را سه صف قرار بدهیم. خب اکنون امام نووی رحمه الله در همین باره برامون چند دلیل تقدیم میکند. حدیث اول حدیث 931، حدیث 931 کتاب ریاض الصالحین، ان عایشه رضی الله عنها قالت، یعنی که از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما من میت یصلی علیه امة من المسلمین یبلغون مئة كلهم یشفعون له الا شفعوا فیه. میگه که ما من میتین، نیست مرده، یصلی علیه امتون، نماز بگذارد بر بالای اون مرده گروه، امت یعنی گروه، من المسلمین گروه از مسلمان ها، یبلغون مئة میرسد همین گروه به 100 نفر، یعنی 100 نفر بر بالای میت نماز بخواند، کلهم یشفعون له، همه همین 100 نفر شفاعت میکنن بر اون میت، الا شفعوا فیه، مگر اینکه قبول میشود شفاعتی همین 100 نفر در حق همون میت، یعنی که هر مسلمانی را که، هر مرده را که در بالایش 100 نفر نماز جنازه بخواند و طلب شفاعت بکند، میگه شفعوا فیه، یعنی شفاعت چون قبول میشود درباره اون میت. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. بعد از این حدیث 932، و عن ابن عباس رضی الله عنهما قال، یعنی که از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگوید شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم رو که میگفت ما من رجل مسلم یموت، یعنی نیست مرد مسلمانی که بمیرد، فیقوم علی جنازته 40 رجلا، پس بیستند در بالای مرده همین مرد مسلمان 40 رجلا، 40 مرد، یعنی 40 مرد مسلمان برای نمازگزاری، لا یشرکون بالله شیئا، شریک نآورند همین 40 نفر به الله چیزی را، یعنی 40 موحد در بالای سر میت مرده برای نمازخانه چخت بیستند، الا شفعهم الله فیه، مگر اینکه میگد قبول میکند الله سبحانه و تعالی شفاعت همین 40 نفر را فیه در حق همون میت، در حق همین میت الله سبحانه و تعالی شفاعتش میگه قبول میکند، شفاعت همین 40 نفر را. پس این هم همچنین دلیل است برای اینه که 40 موحد اگر در بالای سر مسلمان بیستد و نماز بخواند، سبب قبول شدن شفاعت این 40 نفر میگردد.
رواه مسلم. این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. بعد از این حدیث 933 و عن مرثد ابن عبدالله الیزنی قال، یعنی که از مرثد ابن عبدالله یزنی روایت است که گفت کان مالک ابن هبیرة رضی الله عنه، میگه بود مالک ابن هبیره رضی الله عنه اذا صلى على الجنازه، هنگامی که نماز میگذاشت در بالای تابوت جنازه، تابوتی که جنازه در بالای میته، و هنگامی که میگه همین مالک ابن هبیره بالای تابوت در نماز جنازه میخوان، فتقال الناس علیها، پس اندک میافت مردم رو بر بالای همین میت یا در بالای همین جناز تابوت، یعنی میدید که مردم کم هستند، مردم نماز جنازه میخوندگی کم هستند. جزعهم علیها ثلاثه اجزاء، تقسیم میکرد میگم مردم رو در بالای تابوت در بالای میت ثلاثه اقسام، بسه ثلاثه اجزاء، بسه جزء، بسه قسم، یعنی سه صفش میکرد. ثم قال، بعد مالک ابن هبیره میگفت که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که من صلی علیه ثلاثه صفوف، یعنی هر کسی را که نماز بگذارد، هر میت را که نماز بگذارد بر بالایش ثلاثه صفوف، یعنی سه صف، مردم سه صف شده بر بالای میت نماز بگذارد، فقد اوجبه، پس واقعا واجب شده است. چی واجب شده است؟ جنت، یعنی برای این انسان واجب شده است جنت، یعنی انسان داخل جنت می شود. از این حساب است که در نماز جنازه اگر که آدما کم باشند به سه صف تقسیمش میکنیم، هر صف چند نفری که میرسد، خلاصه عدد صف ها رو سه صف میگردانیم تا اینکه نائل شویم یا به دست بیاریم این فضیلت رو که فقط اوجبه، پس واقعا واجب گشت برای اون انسانی که بالای سرش در سه صف نماز جنازه میخونن، جنت واجب گشت. رواه ابو داوود و ترمذی، این حدیث را ابو داوود و ترمذی روایت کردگی است. و قال حدیث حسن، و گفتگی است که حدیث حسن می باشد. این بود آخرین حدیث این باب. این بابم به آخر رسید. باب نو، باب ما یقرأ فی صلاة الجنازه، یعنی که باب درباره آن چیزی که خوانده می شود در نماز میت، در نماز جنازه، آن چیزهایی که خوانده می شود، آن دعاهای خوانده یا چی طور خواندنی، میتونه بگیم که این باب در مسئله چی طور خواندنی نماز جنازه است. نماز جنازه را چی باید بخونیم، یا دعاهایی که کرده می شود کدام دعاها هست، اون را، این دعاها را، این مسئله ها را در این باب بیان میکند. این باب را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزه همون. با همین درس امروزه را به پایان میرسونیم و تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.